به واسطه ایام قرنطینه ما افتخار داشتیم یه مقدار پیش هم اخیراً هم وبیناری در خدمت ایشون بودیم و الان هم لطف کردن و قبول زحمت کردن توی برنامه روز جبر ما حضور دارن. اگه آقای دکتر جعفری لطف کنن و معارفه‌ای هست بفرماین ممنون میشیم و بعد سخنرانی رو شروع میکنیم. ممنون. باعث خوشبختی منه که آقای دکتر ملاحی رو که یکی از دوستان خوب من هست برای شما معرفی کنم. ایشون الان یه مدتی هستش که با در حال همکاری هست. یک برنامه تابستونی هم بودش که من با ایشون همکاری داشتم. خیلی خوبه که این عزیزان خارج از کشور به فکر بچه‌های ایران هم باشن و همچین برنامه‌هایی رو براشون بذارن. من خیلی خوشحالم که آقای دکتر ملاحی این کار رو میکنن. امیدوارم به دوستان دیگرشون هم بگن که از ایشون یاد بگیرن و این کار رو ادامه بدن. آقای دکتر ملاحی از دانشجوی المپیادی سال 1995 موفق به کسب مدال نقره میشن و در دانشگاه شریف کارشناسیشون میخونن و بعد عازم آمریکا میشن در دانشگاه یل و در سال 2006 دکتراشون رو در یل تحت راهنمایی آقای مارگولیس که یکی از فیلدز مدالیستا و آدمای خیلی معروفه تموم میکنن و الان هم استاد دانشگاه جیکوبز هستن و قراره که برای ما در مورد روش مدارهای کریلوف و بعد وفادار فیگورها صحبت کنم. من میکروفونم میبندم و گوش میدیم به حرفایشون. خیلی ممنون. خب خیلی متشکرم از آقای دکتر جعفری و همه دوستانی که این برنامه رو در واقع ارگانایز کردن. الان صدا میاد دیگه، درسته؟ من برای اینکه مطمئن بشم یک بار دیگه. بله صدا میاد. خیلی متشکرم. واقعا باعث افتخاره که در واقع تو این برنامه حضور داشته باشم و سخنرانی اولم آقای دکتر شهرشهانی دادن. واقعا خیلی سخنرانی جالبی بود و خیلی استفاده کردیم. در واقع این موضوعی که میخوام من راجع بهش صحبت بکنم در واقع حاصل چند تا کاره که با دو نفر از دوستان که اونها هم از در واقع فارغ التحصیلان دانشکده ریاضی دانشگاه شریف بودن انجام شده. در واقع یه پروژه‌ای که الان ما چندین سالی که روش داریم کار میکنیم و این در واقع موضوعاتی که در موردش صحبت میکنم، یعنی نتایجی که در موردش صحبت خواهم کرد، در واقع بر مبنای این دو تا کاری که انجام شده و الان هم کماکان داریم روی یه سری ادامه این کار همچنان در واقع داریم برای تعمیم یه سری کاری که انجام دادیم هنوز یه سری پروژه ادامه داره. حالا من فکر میکنم که من خیلی دقیقا نمیدونستم که آدینس در واقع این سخنرانی چه کسانی خواهند بود و برای همین سعی کردم که موضوع رو حداقل یعنی سخنرانی رو طوری طراحی بکنم که قسمت‌های زیادیش حداقل برای عموم دانشجوی ریاضی قابل دسترسی باشه و پیش‌فرض زیادی نداشته باشه. حالا امیدوارم که خسته کننده نشده باشه در ضمن این کار. در واقع در نهایت راجع به نتایج هم صحبت میکنم و یه خورده حالا راجع به حداقل به طور سطحی راجع به یه سری از روش‌هایی که توی این کار توی این در واقع مقاله ها به کار رفته یه حرفایی میزنم، ولی در واقع سعی کردم که حداقل بیشتر این صحبت برای اکثریت کسایی که حالا حداقل سال اول دوم دانشکده هستن، لیسانس ریاضی هستن، قابل دسترس باشه. حالا اینجا امیدوارم که اینجا بشه یه مقدار نوشت و یه خورده خوب کار بکنه. خب حالا میتونیم شروع بکنیم. من قسمت اول در واقع این بحث رو میخواستم با مفهوم نمایش خطی برای گروه‌های متناهی شروع بکنم. این یه مفهومیه که در واقع یکی از مفاهیم نسبتاً مهم جبر هست، به خصوص اگر شما وارد مثلا بررسی گروه‌ها بشین، حالا گروه‌های متناهی که خب بحث امروز خواهد بود، ولی خب حتی در مورد گروه‌های نامتناهی هم مسئله بررسی نمایش‌های خطی یک از مسائل خیلی مهم هستش.
ولی چون فکر میکنم که این جزء محتوای جبر لیسانس حداقل زمانی که ما بودیم به طور استاندارد نبود یا حداقل به این شکلش نبود، فکر کنم که یه سری مقدمات این موضوع رو ذکر بکنم که فکر میکنم حالا حداقل برای کسی هم که آشنا هستن با این موضوع شاید تکراری باشه، ولی خب به حال اون چیزایی که مهم هست و در بحث امروز هم به کار میاد حداقل تکرارش شاید بی ضرر نباشه. آقای دکتر جسارتا میخواستم خواهش کنم که اگه صلاح میدونید و مشکلی ندارید دوربینتون هم روشن کنید. فکر میکنم خاموشه دوربین. ببخشید دوربین به نظر میاد روشن باشه. من الان درخواستشو براتون دادم. بله. آها اوکی الان اومد دوربین. اوکی بسیار خوب. آره پس من گفتم که اولش شروع میکنم یکم راجع به همین نمایش‌های خطی صحبت میکنم که در واقع در طول بحث هم مهم میشه یه سری خواصشون. مفهوم نمایش یه گروه، یه مفهومی که در واقع حالا اگر توی تاریخ جبر بخوایم بهش نگاه بکنین نسبتاً حدوداً شاید بشه گفت حدود 150 سال قدمت داره. در واقع اولین کسی که شاید به طور جدی مفهوم نمایش رو واسه گروه‌های آبلی حداقل بررسی کرد دریشله بود که تو سخنرانی دکتر شهشانی هم ازش اسم برده شد که واقعا یک ریاضیدانه خیلی یعنی تو حداقل نظریه اعداد پیشرفته واقعا کارهای خیلی مقدماتی، کارهای خیلی مهمی انجام داده و این مفهوم نظریه نمایش هم برای گروه آبلی توی همین کار معروفش که در واقع اثبات وجود نامتناهی عدد اول توی تصاعدهای حسابی باشه اونجا یعنی برای اثبات واقعا نیاز داشتش که این مفهوم کرکتر رو برای گروه‌های آبلی تعریف بکنه و بعد مفهوم نمایش در واقع خیلی مدت زیادی طول میکشه، حدود تقریبا 50 سال که سال 1896 فکر کنم فروبینوس در واقع اولین مقاله رو در مورد نمایش‌های خطی گروه‌های غیر جابجایی نوشتش که خب از اونجا دیگه این موضوع خیلی به طور جدی مورد توجه قرار میگیره و الان هم یه رشته‌ای که هنوز جنبه‌هایی ازش هستش که واقعا هنوز در واقع درش ریسرچ فعال وجود داره. حالا مفهوم نمایش یه مفهوم خیلی ساده ایه، یعنی حداقل به شکل مدرنش یه مفهومی که به طور شهودی قابل درکه که شما فرض کنید که یه گروه جی داشته باشین و کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم برای توی این در واقع توی تعریفه نمایش این گروه جی یک همریختی، یه هومورفیزم می‌خوایم بدیم از گروه جی به توی گروه تبدیلات خطی وارون پذیر از یک فضای برداری مختلط با بعد متناهی. در واقع یه هومورفیزمی از G به GLV که این نمادیه که حالا شاید همه باش آشنایی داشته باشن، در واقع گروه خطی عام بهش میگن General Linear Group. و در واقع اگه شهودی بخوایم بهش نگاه بکنین مسئله مثل این میمونه که شما میخواین یک مدلی از گروهتون ارائه بدید و این مدلتون باید از تبدیلات خطی روی فضای برداری با در واقع تبدیلات خطی رو یک فضای برداری داده شده باشه. اگر که این وی رو حالا من اینجا یک کمی شاید زیادی رسمی نوشتم، ولی اگر در واقع وی رو میتونید با انتخاب یک پایه در واقع با فضای برداری سی به توان دی اگه دی بودش باشه در واقع یک ایزومورفیزمی بینشون وجود داره و وقت این گروه GLV رو به جاش می‌نویسن GLDSC و بعضی وقتا اینجوری می‌نویسن، ولی خب اگه پایه خیلی در واقع کانونیکالی وجود نداشته باشه تو بحث همون GLV شاید بهتر باشه نوشتنش. به این میگن یه نمایش خطی یه گروه و اصراری هم در اینجا وجود نداره که این هومورفیزمون حتما یک ریختی باشه، ممکنه که مثلا یه کرنلی هم داشته باشه، ولی به هر صورت این به این میگن یک نمایش خطی. مثال ساده ترین مثال یه نمایش خطی نمایش بدیهی هستش که این کاری که میکنه که اینه در واقع همه عضوا رو میبره به تبدیل خطی همانی. اینجا روی یک در واقع فضای برداریش فضای برداری یک بعدی روی سی هستش. این نمایش خب قطعاً اطلاعات خاصی در مورد گروه نمیده، ولی خب به حال یه ساده ترین نمایشی که شما میتونید از هر گروهی ارائه بدید. یه نمایش دیگه‌ای که وجود داره برای هر گروه متناهی که نمایش نسبتاً مهمی هم هستش، نمایشیه که در واقع ناشی میشه از
عمل گروه جی روی مجموعه متناهی. یعنی فرض کنید که شما یه گروه جی داشته باشین، یه گروه متناهی داشته باشین. اینجا گروه هم لازم نیست حتما خودش متناهی باشه، ولی مهمه که مجموعه ایکس مون که داره روش عمل انجام میشه متناهی باشه. و کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که میایم فضای برداری همه توابع روی ایکس رو در نظر میگیریم، توابع به توی مجموعه عدد مختلف، و الان عمل جی روی مجموعه متناهی ایکس در واقع یک نمایشی تعریف میکنه از گروه جی روی فضای این توابع. و این نمایش خیلی به طرز خیلی ساده‌ای تعریف میشه. یعنی کاری که شما انجام میدین اینه که اگر یه تابعی داشته باشین که روی ایکس داره تعریف شده به شکلی، و وقتی که اینو میخواین در واقع یک عضو گروه رو روش اثر بدین، کاری که انجام میدین اینه که میان این تابع رو با در واقع جی، میتونه جی داره روی ایکس عمل میکنه، میتونید در واقع تابع رو با کمک عمل جی انتقالش بدین. یعنی اگه تابعتون قبلا تو بخواید این تابع جدید تو ایکس حساب بکنین، معادل این میشه که تابع قبلی رو همون تابع اف رو تو نقطه جی ایکس بخواید حسابش بکنین. به این میگن عمل در واقع نمایشی که در واقع از اون عمل جی روی مجموعه ایکس ناشی میشه. و اگر بخوایم به صورت ماتریسی هم بهش نگاه بکنید، خیلی چیز ساده ای هستش. در واقع کاری که انجام میده این جی اینه که اگه در واقع بخواین توی پایه در واقع فضای توابع روی ایکس پایه خیلی استانداردی داره که تابعی که توی نقطه 1 باشن، تو بقیه نقاط 0 باشن، و اگه تو اون پایه در واقع نگاه بکنین به ماتریس روی جی، یه ماتریس جایگشتی میبینین. چون در واقع کاری که انجام میده جی اینه که اعضای این ایکس رو یه جایگشتی میده بهشون، و در واقع این ماتریس ها هستن که در واقع نمایش جی رو تعریف میکنن روی جی ال وی. حالا من در مورد این یکم صحبت میکنم بعدش. به نظر میاد که مثلا یه چیز خیلی ساده ای باشه، ولی خب واقعا اگر که شما یکم در مورد وارد نمایش گروه خطی بشیم، میبینید که این نمایش میتونه نمایش مهمی هم باشه. ساده ترین حالت اینم در ضمن که بعداً حالا من بهش اشاره دوباره خواهم کرد، وقتی که فرض کنید عمل گروهتون عمل روی خودش باشه، یعنی هر گروهی روی خودش در واقع با مثلا انتقال از سمت چپ عمل میکنه، و این نمایش این در واقع این عمل جی در واقع نمایشی تولید میکنه که بهش میگن نمایش در واقع regular representation، نمایش متعارف گروه جی. حالا دو تا در واقع نکته اینجا وجود داره در مورد نمایش گروه‌های خطی که حالا در موردش دوباره صحبت میکنیم. اولین نکته اینه که شما اگه دو تا نمایش مختلف از یک گروه جی داشته باشین، شما میتونید یک مفهومی تعریف بکنید به اسم جمع مستقیم این دو تا نمایش. جمع مستقیم این دو تا نمایش در واقع به این ترتیب تعریف میشه که شما فضای برداری V1 و V2 رو میگیرین و جمع مستقیم این دو تا رو نگاه میکنین که همون V1 به علاوه V2 باشه، و حالا هر عضو جی، هر عضو گروهی که نگاه بکنید میتونه روی این فضای برداری به این ترتیب عمل بکنه. یعنی حالا اون در واقع عمل خطیش به این ترتیب تعریف میشه که روی V1 در واقع با رو 1 جی و روی V2 با رو 2 جی عمل کنه. یعنی ماتریس متناظر با رو جی، اگر که شما یه پایه‌ای از V1 بگیرین، یه پایه از V2 بگیرین، وقت توی این نسبت به این پایه V1 به علاوه V2 ماتریس رو جی به صورت یه ماتریس بلوکی نشون داده میشه. این نمایش از این نظر مهم هست، خیلی نظر مهمه، ولی برای بحثی که ما امروز خواهیم داشت از این نظر مهمه که شما فرض کنید ببینید دو تا نمایش مختلف از یک گروه جی دارین. من گفتم یکم عقب‌تر که در واقع شما میتونید یه نمایش یک گروه رو به این ترتیب ببینین که یه مدل خطی، در واقع یه مدلی از ماتریس‌ها می‌خواید پیدا بکنین برای یک گروهت، درسته؟ منتها این مدلی که پیدا می‌کنین همیشه یه مدل کامل نیست، به این معنی که ممکنه که مثلا این نمایش رویه که شما یه کرنلی داشته باشه، یه سری اعضای جی هستن که شما عملشون رو در واقع وقتی که روی V1 دارن عمل میکنن به صورت تریویال دارن عمل میکنن، یعنی به ماتریس همانی فرستاده میشن، و اینا در واقع این قسمت از جی رو شما نمیبینینش توی GLV1، و به همین ترتیب رودو ممکنه که یه هسته‌ای داشته باشه و اون اعضایی که توی به اصطلاح هسته رودو هستن اونا هم اثرشون اینجا دیده نمیشه، درسته؟ منتها وقتی که به این نمایش حاصل جمع V1 و V2 نگاه میکنین، در واقع کرنل این رو دقیقاً خواهد بود اشتراک کرنل رو 1 و رو 2، و به این ترتیب شما میتونید یه نمایشی بسازین که کرنلش در واقع کوچیک‌تر، یعنی هر عضوی
که توی G1 یا توی رو 1 یا توی رو 2 به شکل نابدیهی عمل بکنه، شما این عضو توی نمایش رو در واقع به شکل نابدیهی داره. یعنی میتونید مدلتون که قبلا یه نقصانی داشته، رو 1 و رو 2 هر کدوم یه اعضای رو در واقع نمیدیدن، الان این رو 1 و رو 2 در واقع یکم از نظر بهتر هستش. درسته؟ نمایش رو که به این ترتیب تعریف میشه. این یه نکته دوم یک مفهومیه که در واقع این نظریه نمایش گروه‌های متناهی، نکته خیلی خوبی که در موردش برقراره اینه که یه مفهومی وجود داره به اسم نمایش تحویل ناپذیر. مفهوم تحویل ناپذیر خیلی مفهوم ساده، شبیه خیلی مفهوم تحویل ناپذیری تو جای مختلف جبر هستش که شما اینجا مفهوم تحویل در واقع تحویل ناپذیری معادل اینه که شما یک چیز داشته باشین، یک زیرفضایی داشته باشین از فضای برداری V که خود این زیرفضا ناوردا باشه تحت عمل G. درسته؟ یعنی که فرض کنید یه زیرمجموعه داشته باشین، یه زیرفضای W داشته باشین از فضای B، به طوری که رو G، من اینجا شاید تعریفش ننوشتم، که رو G برای هر بردار W دوباره برگرده توی W. اگر چنین چیزی داشته باشین، مثل این میمونه که شما در واقع اون فضای ویتون توش میتونید، تو خود اون وی میتونید در واقع یه نمایش کوچیکتری پیدا بکنید دیگه، چون در واقع میتونید تهدید رو جی رو نگاه بکنید به زیر فضای W و اون خودش یه نمایشی به شما میده. حالا در واقع نکته اینه که اگه نمایشی داشته باشین که این خاصیت چنین چیزی رو نتونین توش پیدا بکنین، زیر فضای نابدیهی وجود نداشته باشه که تحت عمل جی ناوردا بمونه، به چنین نمایشی میگیم یه نمایش تحویل ناپذیر. اینا یه جورای اتم‌های نظریه نمایش هستن برای گروه جی. یعنی شما در واقع حالت ایدئال اینه که این اتم‌ها با کمکشون بتونین همه نمایش‌ها رو بسازین و اینا واقعا یه قضیه که میتونین ثابت بکنین که اگه جی گروه متناهی باشه، هر نمایشی به طور یکتا در واقع یک ریخته با جمع مستقیم در واقع یه سری نمایش‌های تحویل ناپذیر. اگر شما همه نمایش‌های تحویل ناپذیر گروهتون رو بشناسین، به این ترتیب میتونید با در واقع جمع مستقیم این نمایش‌ها میتونید همه نمایش‌های دیگه گروهتون هم در واقع بسازید. خب من یه چیزی هم بگم، اگر که سوالی هست هر جای بحث اصلا میتونید بپرسین. حالا من خودم نمیتونم چت رو مانیتور رو کنم، ولی اگر که کسی، فکر میکنم که الان شما هنوز صفحه چیزو میبینین دیگه، درسته؟ صفحه همین چیزی که من نمایش چت رو من نمیدونم که کجا اتفاق میفته این سوالا، ولی اگر کسی بتونه نگاه بکنه و به من بگه شاید کمک بکنه. ما چت رو بسته بودیم آقای دکتر، ولی اگه صلاح میدونین ما باز کنیم که در حین به اصطلاح بحث هم اگه کسی خواست سوال بپرسه. آره شاید بد نباشه، چون اگر که یه مفهومی روشن نباشه شاید بهتر باشه که زودتر پرسیده بشه تا دیرتر، که بالاخره حداقل نمیدونم، اگر که شما صلاح میدونی از نظر من ایرادی نداره. فکر میکنم شاید از نظر آموزشی هم شاید بهتر باشه اگر که یه سوالی باشه شاید پرسیده بشه. بله، من پس شما خودتون میبینید اگر من باز کنم، یا اگر بخواید من هم میتونم براتون به اصطلاح بخونم؟ اگه میبینم الان. بله آره من میبینم. شما الان صفحه‌ای که میبینید فقط صفحه در واقع اسلاید دیگه، درسته؟ ما هم صفحه چت رو داریم، هم تصویر وبکم شما رو داریم، هم به اصطلاح اسلاید داریم. آها درسته، ولی اون چیزی که در واقع الان کوچیک در واقع تو در تو نشده، چون چیزی من خودم میبینم. اوکی خب خیلی عالی. بسیار خب، پس این از بحث نمایش گروه‌های متناهی. یه سری کلیاتی هستش که دوباره فکر کنم گفتنش مفید باشه. ولی در مورد گروه‌های آبلی، این همون بحثی بود که گفتن در مورد فروبینیوس، در مورد دیریشله، که در واقع کاری که کردیم بود که استفاده کرد از نمایش‌های خطی گروه‌های آبلی تو اثبات قضیهش. و نکته خیلی خاص گروه‌های آبلی اینه که در واقع همه نمایش‌های گروه‌های هر نمایش در واقع تحویل ناپذیر خطی گروه آبلی حتما یک بعدیه. یعنی اینا در واقع به اصطلاح بهش میگن کاراکترهای گروه آبلی. این یه چیز نسبتا ساده یا حالا یه استفاده هم ازش می‌کنیم ما. نکته دوم در مورد نمایش‌ها اینه که اگر شما فرض کنید که یه همریختی بین دو تا گروه داشته باشین، مثل گروه G و گروه H، حالا فرض کنید که یه در واقع نمایشی هم از گروه H داشته باشین،
وقت با در واقع ترکیب کردن این همریختیتون و نمایش گروه H رو میتونید نمایش گروه G نگاه بکنید، پیدا بکنید. درسته؟ اینم تقریبا واضحه دیگه، در واقع ترکیب دو تا هومورفیسم خودش اتوماتیک هومورفیسم میشه. و نکته هومورفیسم اینه که وقتی که شما این کار رو انجام میدین، در واقع شما فقط نمایش‌هایی از G رو دارین بهش انگار نگاه میکنین که از راه H میرن. درسته؟ یعنی اینکه شما همیشه این G رو در واقع اون عملیاتی که تو G انجام میشه، اون اپریشن G تحت هومورفیسم فی به در واقع عملایی توی H تبدیل میشه. و خب در این راه که وقتی شما از G به H میرین، اگه این هومورفیسمتون یه هسته‌ای هم داشته باشه، دوباره یه سری اعضا اثرشون دیده نمیشه. و وقتی که این هومورفیسم رو نگاه میکنید، در واقع انگار داریم به هومورفیسم H نگاه میکنیم متأ روی G تعریف شده. حالا این مثلا فایدهش چی هستش؟ ببینید مثلا من اینو حالا من بهش برمیگردم. یه نکته هم قبل از اینکه جلو بریم، من شاید در مورد اهمیت نمایش، مفهوم نمایش گروه‌ها یکم یه بحث نسبتا کلی، دو تا نکته در واقع میخوام یکم کلی بگم امروز تو این بحث. و این اولیش هستش که چرا کلا اصلا ما نگاه میکنیم به نمایش گروه‌ها، به ویژه گروه‌های غیر آبلی، چه اهمیتی داره این موضوع. در واقع حداقل از یکی از چیزهایی که در این مورد میشه گفت و حداقل تو خیلی جاها کارساز بوده، اینه که ببینیم ما وقتی که به عنوان عمل یه گروه روی یه مجموعه نگاه میکنیم، ما اونجا یه تئوری وجود داره که خب تئوری نسبتا ساده‌ای هست. در واقع ما انگار میخوایم به مجموعه به نوعی یه جور مثلا تقارنای مجموعه X نگاه میکنیم که با این عمل G داده میشه. و اونجا هم دوباره یه مفهوم تحویل پذیری و تحویل ناپذیری وجود داره دیگه. یعنی که شما اگه G روی X عمل بکنه، شما مدارای این عمل رو میتونید نگاه بکنید، هم اوربیتا، و فضای X تون به در واقع سری مدار افراز میشه. و شما حالا میتونید به هر کدوم مدارا نگاه بکنید، اونجا دیگه به نوعی تحویل ناپذیره دیگه. رو هر مداری که نگاه بکنید اصطلاحاً اون عمل G ترانزیتیو هست، یعنی اصلا نقطه میتونید به هر نقطه دیگه برین و دیگه کار بیشتری نمیتونید بکنید، یعنی تا جایی که حداقل به عمل گروه مربوطه دیگه آخر راهه اینجا. حالا مثلا اینجا من دو تا مثال زدم از دو تا گروه که در واقع به طور ترانزیتیو دارن عمل میکنن روی دو تا مجموعه، که عمل گروه دوری ZN هست روی مجموعه 1 تا N، که خب در واقع همون مثل یه انزلی منظم که در نظر بگیرین، شما گروه ZN داره میتونه با دوران‌ها روش عمل بکنه، در واقع تا نقطه رو میچرخونه. یا یه مثال دیگه عمل گروه در واقع متعامد R3، در واقع گروه تبدیلات خطی فضای گوداری سه‌بعدی روی R که ضرب داخلی رو ناوردان نگه می‌داره. درسته؟ در واقع همه دوران‌های R3 میشه. اینم خب روی کره دو بعدی داره عمل میکنه. شما یه نقطه چون تبدیل در واقع طول رو نگه می‌داره، شما یه نقطه روی کره دو بعدی در نظر بگیرین و یه دورانی بدینش، دوباره برمیگردین روی کره دو بعدی. نکته مشترک بین دو تا عمل اینه که هر دو تا عملای ترانزیتیو هستن. یعنی شما اگه هر دو تا نقطه روی کره بگیرین، یه دورانی هست که میبره به اون، و هر دو تا نقطه هم روی این دو تا رأس این انزلی منتظم بگیرین، دوباره یه عضوی از ZN هستش که اگه روش عمل بدین از این رأس رو میبره به اون یکی رأس. یعنی از نظر عمل بخوایم نگاه بکنیم، این دیگه آخر راهه دیگه، یعنی دیگه ترانزیتیو و دیگه تجزیه بیشتری نمیشه. ولی نکته خیلی جالب اینه که شما اگه بیان اینجا فضای همه توابع رو نگاه بکنین، یعنی حالا اینجا در مورد عمل ZN ما بیایم همه توابع از مجموعه 1 تا N به C رو نگاه بکنیم، درسته؟ این یه فضاییه دیگه، در واقع معادل این همه تابعای F که به این شکل هستن، این در واقع یه فضایی که یک ریخت هست با CN. و میتونیم الان یک نمایش در واقع گروه ZN رو نگاه بکنیم توی این، درسته؟ به توی GLNSC، درسته؟ که همون نمایشی بود که گفتم، یعنی نمایش القا شده از طریق این عمل هستش. شبیهش رو همینجا میتونید انجام بدید در مورد SO3. اینجا یه کمی باید دقت کرد. در واقع اینجا دوباره کاری که میخوایم بکنیم اینه که همه توابع از S2 به توی C رو میخوایم نگاه بکنیم. منتها این فضای خود بزرگه، واسه اینکه بشه واقعا روش کارهای خوبی کردش، معمولاً یه شرطای اضافه‌ای باید گذاشت، و یه شرط معقولی که میشه گذاشت اینه که این تابعمون اصطلاحاً تو L2 کره باشه. یعنی که انتگرال f⁻²، نرم f⁻² روی کره، اینم هم انتگرال نسبت به همون عنصر حجم استاندارد کره باشه، این متناهی باشه. خب
این فضا رو بهش میگن L2S2 و دوباره اینجا یه چیزی شبیه همون نمایش جایگشتی که گفتم، اینجا یه چیزی دقیقاً شبیه همون رو میتونید تعریف بکنید. یعنی شما اگه یه دوران داشته باشین و یه تابعی از اینجا بگیرین، GFX رو میتونید تعریف بکنین FGX، درسته؟ که یعنی در واقع این دوران میدین بعد F رو حساب میکنین. و نکته خیلی جالب اینه که حالا این دوتا نمایشی که شما به این ترتیب به دست میارین، اینا دیگه هیچ کدومشون تحویل ناپذیر نیستن. یعنی هر کدوم میتونید دوباره تجزیه بکنین به یه سری نمایشایی و این در واقع اجازه میده که شما تحلیلتون رو یه کمی بیشتر انجام بدین. یعنی میتونین در واقع به جای اینکه مثلا بگین دیگه خب تموم شد دیگه عملمون داره ترانزیتیوه، اینجا میتونید در واقع تابعای نگاه در واقع از در واقع ابزاری که اینجا به کار میاد همون جبر خطیه، در واقع تجزیه CN تو بالا و اینجا L2S2 به سری زیر فضاهایی که اینا همه الان دیگه ناوردا هستن و با در واقع نگاه کردن عمل اون گروه رو هر کدوم این ناوردا، روی این فضای ناوردا میتونین اطلاعات بیشتری راجع به این عمل پیدا بکنین. اینجا در واقع یه چیزی منجر به در واقع چیزی میشه که بهش میگن discrete harmonic analysis، discrete فوریه analysis، در واقع یه چیز آنالیز فوریه گسسته هستش که خب خیلی ابزار بسیار مهمیه توی ترکیبیات. شبیهش حالا اینجا من واسه ZN نوشتم، ولی در واقع به نوعی اگه شما گروه‌های آبلی دیگه در نظر بگیرید، حتی گروه غیر آبلی، چیزای شبیه این وجود داره که توی در واقع ترکیبیات استفاده زیادی ازش میشه. و اینجا عمل S3 رو S2 اینم باز دوباره یه خورده بیشتر آنالیزی تره و مربوط میشه به چیزی که بهش میگن spherical harmonics. در واقع یه جوری شما میخواین آنالیز مقدمه در واقع نظریه یه جور تعمیمی در واقع آنالیز هارمونیک غیر آبلی انگار میخواین انجام بدین روی گروه‌های فشرده، البته که خب دوباره نظریه کلاسیکی هستش و اطلاعات خیلی زیادی رو میتونین ازش استخراج بکنین راجع به اون فضایی که داره روش عمل میکنه. این در واقع یه دیدگاه خیلی مفیده و حداقل به نظر من قدرت جبر خطی رو نشون میده که شما میتونید از یه به جای که با مجموعه ها کار بکنین، بیاین در واقع فضای توابع روی مجموعه ها رو نگاه بکنید و واقعا این فضای توابع فضای خطی میشه که حالا اگه یه گروه هم روش عمل بکنه دیگه بهترین چیزیه که میتونه آدم انتظار داشته باشه، میتونید تجزیه بکنید و بررسیش بکنید. بسیار خب، این یه پرانتز باز و بسته بود که میخواستم این وسط بگم. حالا یکم راجع به نوع در واقع گروه‌هایی که ما امروز می‌خوایم در موردشون صحبت بکنیم، اولین مثالش رو میخوام معرفی بکنم که در واقع یه گروه هست بهش میگن گروه هایزنبرگ. این گروه البته خیلی در واقع به شکل انواع و اقسام مختلف داره و در واقع این من به شکل خیلی کلی یه ورژن در واقع خیلی کلی ازش اینجا معرفی میکنم. اینجا R در واقع یک حلقه دلخواه میتونه باشه. مثلا اگه شما دوست داشته باشین که مثلا اینو روی خود مثلا عدد حقیقی نگاه بکنین، این میشه دقیقاً همون چیزی که بهش میگن گروه هایزنبرگ پیوسته. میتونید مثلا به جای اینکه رو R نگاه بکنید روی Z نگاه بکنید که این میشه در واقع یک گروه هایزنبرگ گسسته. اینا هر دو گروهای نامتناهی هستن به وضوح، ولی ما امروز در واقع وضعیت‌های بهش علاقه‌مند هستیم که R یه حلقه متناهی هست و اگر که دوست داشته باشین میتونید مثلا فرض بکنید که مثلا R حلقه ZN یا ZP یا ZP مثلا فرض کنید باشه، ZP به توان K، چیزای از این دست در واقع ما امروز بهش علاقه‌مند هستیم. من یکم راجع به گروه هایزنبرگ میگم چون یه گروهی که شاید نمیدونم چقدر مثلا آشنا هست براتون این مفهوم. یکی از گروه‌های خیلی مهم هستش اگر که شما حداقل ورژن متناهیش به اصطلاح پی گروه ها علاقه‌مند باشین. ببینید گروه‌های پی گروه ها اصطلاحاً اینا گروهایی هستن که بنابر تعریف تعداد اعضاشون یه توانی از پی هست و بنابر در واقع قضیه‌های سیلو که همه تو جبر یک در واقع در موردشون خوندیم، شما اگه هر گروه متناهی داشته باشین در واقع توش همیشه میتونین این زیرگروه‌های پی سیلو رو پیدا بکنین و در واقع اینا یه اطلاعات زیادی راجع به گروهتون میتونین ازش استخراج بکنین. در واقع اون پروگرامی که در واقع شروع شده بود با مثلا بررسی، یعنی در واقع هدفش این بود که به نوعی گروه‌های متناهی رو شناسایی بکنه. یکی از ابزارهای خیلی مهمی توی این پروگرام در واقع همین نگاه کردن به گروه‌های پی سیلو، گروه‌های دو سیلو به طور خاص توی یه گروه‌های پیچیده‌تر. درسته مثلا و این گروه ها مثلا گروه هایزنبرگ یه چنین گروهی هستش. یعنی اگر شما مثلا من
R رو بذارم Z به توان P به توان K، شما بخواید این گروه رو بسازین، گروه هایزنبرگ، اینجا در واقع 3 تا جا هستش، در واقع 3 تا متغیر هست X Y Z که اینجا باید اینا رو از حلقتون باید بیان و اگه حلقتون دقیقاً P به توان K تا عضو داشته باشه، در واقع تعداد راههای ساختن این ماتریس هست P به توان K زائد P به توان K زائد P به توان K که میشه P به توان 3K که در واقع این یه P گروه به شما میده. اگه K 1 باشه این در واقع یه P گروه به شما میده با P به توان 3 تا عضو که اولین مثال در واقع یه P گروه غیر آبلی هست. حالا امروز اگر که شما در واقع یه چیزی که همیشه فکر کنم یه مشکلاتی که همیشه توی در واقع برخورد با P گروه وجود داره اینه که با اینکه مثلا آدم همیشه مثلا توی جبر یک استفاده زیادی میکنه از این مفهوم P سیلو کلا P گروه ها، ولی اینطور بعضی وقتا مشکل اینه که مثالای زیادی ازش دیده نمیشن. حالا امروز در واقع که کارهایی هم که در این بحث در واقع بهش خواهیم پرداخت اینه که چجوری میشه چنین گروه‌هایی ساخت، چجوری یعنی یه راههای خیلی زیادی باش آشنا میشیم که چنین گروه‌هایی میشه درست کرد. ولی این ساده ترین مثالشه دیگه که در واقع P به توان 3 تا عضو داره و کوچکترین گروه‌های در واقع P گروه‌های غیر آبلی هستن. حالا در مورد نمایش‌های این گروه باید یه خورده یه چیزی من میخوام بگم که وارد جزئیاتش نمیشم، ولی ببینید شما اگه این گروه بخواید ازش یه نمایشی بسازین، اولین چیزی که میشه مشاهده کرد اینه که ببینید این گروه وقتی که شما دو تا ماتریس هایزنبرگ رو در نظر، دو تا ماتریس تو این گروه هایزنبرگ رو نگاه بکنین و اینا رو تو هم ضربشون بکنین، ببخشید اینا اینجا به جا نوشتم YZ Z پریم Y پریم یک، وقتی که دو تا ماتریس اینجوری رو ضرب بکنید تو هم دیگه، اتفاقی که میفته اینه که در واقع روی اعضایی که بلافاصله بالا سر قطر هستن در واقع فقط کاری که میکنین اینه که اونا رو با هم جمع میکنین، یعنی اینجا میشه X علیه X پریم، اینجا میشه Y علیه Y پریم. این درایه این گوشه منتها یه خورده پیچیده تره، این میشه Z علیه Z پریم به علاوه X Y پریم، درسته؟ و نکتهش در واقع دو تا نکته اینجا وجود داره. اول نکته اینه که این دو تا مؤلفه مثل این دارن با هم جمع میشن، یعنی انگار شما توی گروه آبلی، حالا R یه گروه آبلیه دیگه با جمع، انگار دارین اون تو دارین جمع میکنین. اینجا منتها یه اتفاق غیر آبلی میفته، یعنی اینکه شما این دیگه اگه جای دو تا ماتریس عوض بکنین به جای X Y پریم X پریم Y میگیرین و در نتیجه گروهتون غیر آبلی. حالا ببینید این مشاهده خیلی ساده که شما اینجا در واقع دو تا چیز با هم جمع می‌کنید، در واقع شما میگه که اگه شما این نگاش رو در نظر بگیرین که این ماتریس رو میفرسته فقط به مؤلفه‌های X و Yش، این در واقع یه هومورفیزم دیگه، در واقع این فای به این شکل تعریف بکنیم این فی هومورفیزم گروه‌ها میشه. و خب این یه گروه آبلیه، یعنی اگه این مثلا گروه هایزنبرگ روی اگه این گروه هایزنبرگ روی R بوده، الان این در واقع هست R به علاوه R و خب این گروه الان ما یه عالمه ازش نمایش داریم دیگه، درسته؟ یعنی که این همون یه گروه آبلی هستش و ما میدونیم دقیقاً همون بحث آنالیز فوریه در واقع گسسته هستش، اینو میتونیم ما در واقع ازش نمایش‌های یه بعدی کاراکترهای اینو در واقع میتونیم بسازیم و هر کدوم اینا در واقع به شما یک نمایشی میده از این گروه هایزنبرگ. منتها این نمایش‌ها همشون یه ایرادی دارن و اون ایرادشون هم اینه که هیچ کدوم این نمایش‌ها در واقع این Z رو اصلا وارد کار نمی‌کنه، درسته؟ یعنی تمام در واقع اگه شما ماتریس‌هایی رو بگیرین که همش به این شکل در واقع X و Yشون صفره ولی Zشون ناصفره، این ماتریس‌ها همشون تو کرنل این در واقع نمایشایی که به این ترتیب ساخته میشن میافتن. حالا ببینین این در واقع یکی از نتایج بدیهی این بحث اینه که در واقع اینا نمیتونن همه نمایش‌های گروه هایزنبرگ باشن. علتش هم تقریبا با بحثایی که تا الان داشتیم تقریبا باید روشن باشه. در واقع ببینین اگه یادتون باشه من گفتم که شما هر نمایشی از یه گروه که بگیرین همیشه این نمایش رو میتونید تجزیه بکنید به یه سری در واقع نمایش تحویل ناپذیر، به صورت جمع مستقیم یه سری نمایش تحویل ناپذیر میشه نوشتش و گروه هایزنبرگ یا هر گروه متناهی همیشه یه نمایش تحویل ناپذیری، یه نمایشی داره که توش در واقع اعضا همیشه به اصطلاح به شکل نابدیهی دارن عمل میکنن. ببینید در واقع هر گروهی اگه جی گروه دلخواه باشه، جی داره رو خودش که دیگه همیشه عمل میکنه دیگه، چون هر گروهی در واقع
به خاطر اینکه گروهه در واقع ازش یه عملی داره که در واقع جی روی یه عضو دیگه جی عمل میکنه. اینجا جی رو من به عنوان فقط اون مجموعه در واقع جی نگاه میکنم بهش، یعنی عمل دیگه، اون عملی که روش داره رو فراموش میکنم و خب اینجا اون در واقع ضرب گروه به شما یه عملی میده از گروه رو خودش و در واقع این عمل همون یه نمایشی به شما میده از گروه جی به جی ال، در واقع فضای برداری که با جی در واقع تولید شده. درسته؟ یعنی یه ماتریسی به دست میره، به طور جایگشتی بخواید نگاه بکنین به هر عضو جی در واقع یه ماتریسی نسبت داده میشه که سایزش هستش همون اندازه تعداد اعضای جی و این نمایش به وضوح هیچ کرنلی نداره دیگه، چون هر عضوی داره بقیه اعضای گروه داره جایگشت میده با انتقال و هیچ عضوی به طور تریویال عمل نمیکنه. درسته؟ خب این نمایش شما بتونید به صورت ترکیب یه سری نمایش تحویل ناپذیر بنویسین و اگر اینا همه نمایش‌های تحویل ناپذیر گروه هایزنبرگ بودن، وقت اینا هیچ کدومشون در واقع اثرشون همشون تریویاله دیگه تو تمام رپرزنتیشن‌ها و طبیعتاً تو هر ترکیب مستقیمی ازشون هم که بنویسین اثرشون در واقع هیچ اثری ندارن، اونجا دوباره باز به صورت تریویال دارن عمل میکنن و اون وقت باید این رو هم به طور خاص به طور تریویال عمل میکنن، در حالی که اینجا ما میدونیم به طور تریویال عمل نمیکنن. اینجا در واقع مسئله، پس چیزی که در واقع حداقل به طور غیر مستقیم از اینجا میتونیم بفهمیم اینه که نمایش‌های دیگری هم از این گروه هایزنبرگ وجود دارن غیر از اینایی که به این ترتیب ساخته میشن و خب حالا بحث اینه که اون نمایش‌ها چیا هستن. حالا اینو من سوالو بهش جواب نمیخوام بدم، در واقع میخوام یک مفهومی اول تعریف بکنم و بعد به یه سوال کلی تری یک جواب حالا در حد ذکر کردن یه سری عناوینی میدم، این یکم جلوتر بهش خواهیم رسید. ولی اول این مفهومی که در واقع به بحث امروزمون هم ربط مستقیم داره رو باید بخوام تعریف بکنیم، اونم مفهوم بعد وفادار برای گروه‌های متناهیه. ببینید در واقع این تعریف به این شکله که شما فرض کنید یه گروه متناهی داشته باشین و حالا دنبال این هستین که این گروه رو در واقع بندازینش توی یه GLDC. درسته؟ این سی همون اعداد مختلطه، یعنی اینکه شما میخواین یک نمایشی از این گروه پیدا بکنین رو از G به GLDC، دنبال یه چنین نمایشی هستیم که این نمایش اینجوری باید باشه که در واقع هر عضو جی دیگه به صورت نابدیهی عمل بکنه، یعنی کرنل این نمایش رو، این هومورفیزم رو میخوایم دقیقاً فقط عضو همانی باشه. درسته؟ هر عضو غیر بدیهی گروه جی باید متناظر بشه با این ماتریس نامتناهی. خب این کار خب همیشه میشه کرد، همون بحثی که الان داشتیم، در واقع شما میتونید همیشه بذارین جی رو خودش عمل بکنه و یه ماتریسی به دست میاد که اندازه‌اش هست همون کاردینالیتی گروه جی و این نمایش طبیعتاً به اصطلاح نمایش وفادار فیتفول هستش و اولین نتیجه‌ای که حاصل میشه اینه که خب این عدد همیشه خوش تعریفه دیگه، همیشه چنین نمایشی هست. حالا شما میتونید دنبال این نمایشی که الان من گفتم ممکنه بهترین نمایش نباشه، ممکنه نمایشی وجود داشته باشه با بعد کوچیک‌تر و بنابراین این عدد همیشه متناهیه و اندازه‌اش همیشه کمتر مساوی هست از تعداد اعضای گروه جی. و حالا بحثی که ما امروز می‌خوایم در موردش بهش بپردازیم این هستش که حالا شما فرض کنید خانواده از گروه‌ها می‌خوایم این موضوع رو بررسی بکنیم. حالا سوال من اول این سوالی که می‌خوام اینجا مطرح بکنم به شکل مبهمی مطرحش می‌کنم و یکم که جلوتر بریم یه صورتبندی دقیق‌تری از این مسئله میدم. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که فرض کنید که شما یه خانواده‌ای داشته باشین از پی گروه‌ها و این خانواده، حالا به صورت مبهم اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، فرض میکنم که این خانواده به یه شکل طبیعی با یه پارامتری که مقادیر اول اختیار میکنه به اصطلاح پارامترایز شده، مشخص شده. مثال خیلی ساده‌ای که ازش میتونید نگاه بکنید همون ماتریس‌های هایزنبرگ. یا کنید مثلا هر کدوم این گروه هایزنبرگ روی FP رو نگاه بکنین، در واقع میدان متناهی با پی تا عضو، همون نمادی که اونجا نوشتم، ماتریس های 1 1 1 x y z که در واقع x و y و z تو FP تغییر بکنن. خب این یه گروه هستش و این گروه های خانوادی از گروهان و در واقع پارامترایز شدن با یه متغیر p که روی مجموعه اعداد اول تغییر میکنه
و اگر دقت بکنین، حالا این میخوام در مورد اینکه به چه معنی اینجا طبیعی هستش صحبت کنم. ببینید اینجا این عملی که ما تعریف کردیم، همون ضرب ماتریسایی که من حساب کردم چند دقیقه پیش، اون عملش در واقع خیلی به این که حالا پیچی هست ربطی نداره دیگه. من یه دستوری نوشتم که مثلا x با x پریم جمع میشه y با y پریم، z به علاوه z پریم به علاوه مثلا x y پریم. اونجا پی دخالت مستقیمی نداره، یعنی من یه فرمول نوشتم و این فرمول دیگه حالا واسه همه پی رو جایگزین میکنم و یه گروه به من میده. چیزی که من دنبالش هستم چنین چیزه، یعنی یه خانواده‌ای از گروهان و عملشون رو وقتی شما میخواین بنویسین، در واقع این عمل باید طوری باشه که پی درش دخالت مستقیمی نداره. درسته؟ و حالا سوالی که من میخوام بپرسم و این سوال حالا الان سعی میکنم که توضیح بدم که چرا این سوال معقولی هست پرسیدنش، اینه که آیا در چنین صورتی این بود فیتفول رو همیشه میتونین به صورت یه تابع چند جمله‌ای به حسب پی بنویسید؟ ببینید یه نکته اینجا وجود داره، من فکر کنم اینو نوشته بودم توی از اسلایدها ولی شاید یا نگفتم یا اینکه نمیدونم از دستم در رفته، شاید پاک شده. یکی از ویژگی‌های در واقع نمایش‌های تحویل ناپذیر یک گروه، یه قضیه که در واقع شاید به شکلی قبلا همه توی جبر 3 دیده باشین، اینه که اگه جی گروه متناهی باشه و رو یه نمایش تحویل ناپذیر از گروه جی، پس فرض کنید یه گروه متناهی داریم و این نمایش تحویل ناپذیر ازش داشته باشیم، چیزی که میشه ثابت کرد اینه که در واقع درجه این نمایش که بعد فضای برداری که در واقع گروه جی داره روش عمل میکنه همیشه تعداد اعضای گروه جی رو میشماره. این یه واقعیتیه که خیلی کاربردهای زیادی هم داره توی نظریه نمایش و خیلی واضح هم نیست اصلا که چرا، یعنی اینجوری چیزی نیست که همینجوری هم نگاه بکنه بگه که چرا باید برقرار باشه، ولی چیزی که اینو میشه ثابت کرد که در واقع اندازه گروه همیشه بخش پذیر به درجه نمایش تحویل ناپذیر. به طور خاص اگر که گروهتون یه پی گروه باشه، یعنی که تعداد اعضاش مثلا همون گروه هایزنبرگ، خب مثلا فرض کنید گروهتون تعداد اعضاش باشه پی به توان n، وقت اتفاقی که میفته اینه که این دی که اینجا در واقع بعد نمایش اون درجه نمایشتون هست، این باید حتما باشه پی به توان k که k کمتر مساوی n. درسته؟ مثلا در مورد گروه هایزنبرگ چیزی که واضحه مثلا از بحثی که ما داشتیم، یعنی اگه این قضیه رو بخواید بهش در واقع اعمال بکنین، نتیجه‌ای که میشه اینه که شما اگه نمایش تحویل ناپذیر گروه هایزنبرگ داشته باشین، درجه اون نمایش حتما یا باید 1 باشه، مثلا اون نمایشای که از در واقع یه گروه کوشنت آبلیش در واقع فاکتور میشدن، یا پی باید باشه یا پی 2 یا پی 3. خب این یه نتیجه بدیهیه این موضوع. حالا چه ربطی به این سوال ما داره؟ ببینید حالا سعی کنید من بخوام که استدلالی بکنم و این استدلال ایراداتی درش هست، ولی خب میخوام بگم که چرا مثلا این سوال معقولیه. برید فرض کنید که شما یه خانواده‌ای داشته باشین از یه گروه‌های پی گروه‌هایی که حالا فرض کنید به شکل طبیعی با پارامتر اول در واقع مشخص شدن، و کاری که ما می‌خوایم بکنیم اینه که بگیم خب شما اگه نمایش تحویل ناپذیر از این گروه بخوایم بسازیم، کاری که باید بکنین اینه که یه سری از نمایش‌های تحویل ناپذیر رو بگیرین ازش و به هم دیگه جمع مستقیم اینا رو بگیرین و کاری بکنین که این جمع مستقیم در واقع دیگه کرنل نداشته باشه، که هر کدوم نمایش‌های تحویل ناپذیر احتمالاً یه کرنلی دارن، درسته، ولی اون جمع مستقیم دیگه ممکنه که کرنل اگه خوب یعنی یه جور خوبی انتخابش بکنین یه کرنل نداره. حالا هر کدوم اون در واقع مؤلفه های این جمع مستقیم هر کدومشون یه نمایش تحویل ناپذیره و درش تعداد اعضاش در واقع بعدش هست پی به توان. درسته؟ پس واسه هر کدوم در واقع هر عدد اولی پی که نگاه بکنین، بعد نمایشی که به این ترتیب ساختین شما هست پی به توان مثلا n1 برای پی به توان n2 به علاوه مثلا پی به توان nk، که اون n1 تا nk در واقع درجه اون نمایش‌های تحویل ناپذیر سازنده هستن. حالا اینجا بحث اینه که اون نمایش‌های تحویل ناپذیر رو میشه طوری اختیار کرد که در واقع به پی خیلی ربطی نداشته باشه. همونطوری که این گروه‌ها در واقع تو ساختارشون به پی ربطی نداره، آیا در واقع اینطور هستش که اون نمایش‌های سازنده این به اصطلاح کوچکترین نمایش وفادار گروه جی رو طوری انجام بدیم این فرآیندو که دوباره مستقل از پی باشه این کار. حالا این در مورد من یه اسلایدی نشون بدم، اینو من خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. یه کاری بود که ما چند سال پیش، یعنی قبل از این کار اخیری که الان میخوام در موردش صحبت بکنم، انجام داده بودیم.
این در مورد گروه هایزنبرگ و در مورد گروه هایزنبرگ روی یک خانواده ای از حلقه ها که من واردش نمیشم، یه خانواده خاصی از حلقه ها وجود دارن که در واقع میتونید بسازین با کمک میدانهای موضعی غیر ارشمیدسی. مثلا تیپ حلقه هایی که به دست میاد یه چیزایی هست شبیه مثلا زد پی به توانه، خب ولی کلی تره، یه چیزایی مثلا پیچیده تری میشه ساخت. واسه این خانواده از حلقه ها در واقع ما تونسته بودیم ثابت بکنیم که این واقعیت درسته، یعنی که شما اگر که بخواین یه نمایش وفادار از چنین گروهایی بسازین، مستقل از اینکه این عدد اول پیتون چی باشه، اینجا عدد اول پی وسط اینجا یکم کلی‌تره، یعنی فقط اون میتونه روی میدانای یکم وسیع‌تری تغییر بکنه. میتونید در واقع این نمایشتون همیشه هست جمع یه سری از توان پی و این به طور یعنی فرمولی که دارین اینجوری نیست که مثلا از پی به پی تغییر بکنه، یه فرمولی دارین که واسه همه پی ها جواب میده، در واقع یه چند جمله‌ایه که فقط کافیه توش پی رو جایگزین بکنید و جواب رو به دست بیارید. اثبات این قضیه در واقع یه جوری از رده‌بندی نمایش‌های تحویل ناپذیر به هایزنبرگ استفاده میکنه و یه سری چیزهای دیگه. این قضیه رو توی در واقع حالت گروه هایزنبرگ روی آر بهش میگن قضیه استون فون نویمان و ورژنایی ازش وجود داره که روی میدانهای متناهی هم کار میکنه و روی این وضعیتایی که در واقع ما بهش علاقه‌مند هستیم. حالا من نمیدونم کی شروع کردیم و تا کی میشه ادامه داد، اینو میتونید یه نفر به من برنامه‌ریزی بکنم. ما ساعت 12:15 ببخشید 11:15 فکر میکنم شروع کردیم. حالا هر جور که شما یه رو من وقت دارم، اگه 20 دقیقه بشه ایرادی داره که من تا این جای نه میتونین اصلا به هر حال تا 12:30 اگه صحبتتون ادامه دار هست ما میتونیم در خدمتتون باشیم و بعدم یه روبی به اصطلاح پرسش و پاسخ داشته باشیم. 12:30 الان یعنی میشه از الان چقدر طول میکشه؟ نیم ساعت دیگه. آخه خب خیلی خوب، نیم ساعت قطعا کافی هست. حالا فکر کنم زودتر تموم بشه. بسیار. حالا من میخوام خیلی ممنون یکم موضوع رو برگردونم به اون سمتی که حالا ما میخوایم بریم واسه حالت در واقع گروه‌های کلی‌تر از گروه هایزنبرگ، ولی برای اینکه بحث به اونجا کشیده بشه در واقع یه مفهوم میخوام یادآوری بکنم که شاید خیلی آشنا باشیم باش، ولی خب برای یادآوری بد نیست. اون مفهوم جبر لی متناظر با گروه هایزنبرگ. ببینید گروه هایزنبرگ اگه روی آر نگاهش بکنین در واقع یک گروه لی هستش، در واقع یکی از گروه‌های لیه که فکر کنم تو در واقع فرمول بندی مکانیک کوانتوم نقش مهمی داشته، فکر کنم شاید به همین خاطر باشه که بهش گروه هایزنبرگ میگن. و این متناظر هر گروه لی که شما بگیرین متناظر هست با یک جبر لی. اینکه جبر لی دقیقاً چی هست خیلی تعریفش الان برای بحث ما مهم نیست. این در واقع یک فضای برداریه با یه عملی که معمولا با براکت نشونش میدن که در واقع به هر عضو x و y عضو سومی نسبت داده میشه که با براکت x و y نشون میدن و این عمل یه سری خاصیتایی باید داشته باشه. و نکته خیلی جالب این بحث اینه که شما میتونین این جبر لی رو، اولین نکته خیلی ساده اینه که این جبر لی رو در مورد گروه هایزنبرگ در واقع متشکل از همه ماتریس‌های x و y z که رو قطرشون صفره. درسته؟ این در واقع فلسفه جبر لی اینه که شما گروهتون رو در مورد حالت گروه لی کاری که می‌خواید بکنین اینه که بیاین در واقع توی عضو همانی نگاه بکنین و بعد می‌خواین اینو به عنوان در واقع توی مقیاس بی‌نهایت کوچیک به گروهتون نگاه بکنید. یعنی توی نقطه همانی نگاه می‌کنید، فضای موماس توی اینو بهش اصطلاحاً میگن جبر لی. یه فضای برداریه و بعد به یه شکلی میشه اینو روشی ساختاری در واقع جابجاگر هم تعریف کرد و این عمل در واقع همین عمل براکت در واقع به اون یه جبر لی تعریف میکنه و در مورد گروه هایزنبرگ دقیقاً متشکل میشه از ماتریس‌های به این شکل. این در واقع خیلی چیز ساده‌ای هم هست، یعنی دقیقاً فضای موماس به x و y z. حالا یه محاسبه خیلی ساده اینجا نشون میده که در واقع شما اگه دو تا عضو جبر لی رو بگیرین و بخواید براکتشون رو حساب کنین یه چنین چیزی میشه. و اینجا ما یه نگاشتی هم داریم که همون نگاشت در واقع اکسپوننشیال هست که در واقع شما یه ماتریسی توی جبر لی رو میتونین در واقع همون فرمول تابع نمایی رو بنویسین. اینم دوباره یه چیزی که تو هر گروه لی میشه انجام داد و حسابش کرد دیگه. میشه 1 به علاوه این به علاوه مثلا آب تعامل دوم
نکته خیلی جالبی که اینجا اتفاق میفته و من میخوام از همین اولین فرصتی که در واقع هستش بهش اشاره بکنم اینه که ببینید این فرمول در حالت کلی خب روی R و C و روی میدانایی که در واقع توپولوژی وجود داره میتونید این فرمول دقیقاً بنویسین و این به علاوه در واقع سه تا نقطه روش معنی داره دیگه. رو هر گروهی در واقع چنین نگاشتی داریم ما. اتفاق خیلی جالبی که اینجا میفته و بحث رو در واقع از آنالیز به جبر میکشونه اینه که گروه هایزنبرگ در واقع جبر لی متناظرش متشکل از ماتریسایی که پوچ دوان هستن. یعنی شما این ماتریس رو 2 بار تو خودش ضرب بکنین، این دو تا عضو x و y که بلافاصله بعد قطرن اینا صفر میشن. 3 بار تو خودش ضرب بکنین اون قطر بالایی هم صفر میشه. در واقع تو این عبارت، تو این سری تعریف کننده تابع نمایی در واقع شما فقط 3 تا جمله ناصرف خواهید داشت و دیگه میتونید فراموش بکنین که اینجا یه سری جمله‌ای بودن که همه مساوی صفر شدن. یعنی شما میتونید یه تابع نمایی رو تعریف بکنین روی هر حلقه‌ای. درسته؟ تنها نکته که تو حلقه باید برقرار باشه اینه که این تقسیم بر 2 کردن تو حلقه باید مجاز باشه که خب یه عالمه حلقه با این ویژگی وجود دارن دیگه. هر میدانی بگیرین که توش مشخصش مخالف 2 باشه شما میتونید این کار رو انجام بدید. و وقتی این در واقع اکسپوننشیال رو حساب بکنین این دقیقاً مساوی میشه با 1 به علاوه این ماتریس A منتها محاسبه شده تو نقطه x و y و xy دوم به علاوه z. و حالا ببینین در واقع کاری که ما الان انجام دادیم اینه که ما این نگاشتی داریم که از جبر لی که با همون که همین جبر لی در واقع متناظر حلقه میره به گروه هایزنبرگ و حالا اینجا شما 2 تا عضو بگیرین مثلا A1 و A2 اینا هر کدومشون فرستاده میشن به مثلا 2 تا عضو گروه که A1 و A2 باشن. حالا کاری که من میخوام انجام بدم یه کار خیلی ساده ایه. میگم که خب ما بیایم مثلا گروه رو فراموش بکنیم که گروه یه موجود پیچیده غیر خطیه، بیایم به جاش بریم به جبر لی که یه موجود خطیه و اون تو کار بکنیم چون موجود خطی باشن کار کردن راحت تر. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من 2 تا عضو در واقع این جبر لی رو نگاه میکنم، اینا هر کدوم دقیقاً تو تناظر 1 به 1 هستن با 2 تا عضو گروه. حالا اینجا توی گروه من میتونم با هم ضربشون بکنم و بعد ضربشون رو که حساب کردم میتونم تصویر معکوس اینو نگاه بکنم و یه عضوی از جبر لی رو به دست بیارم. در واقع این کار من میخوام اون عمل گروه همو برگردونم توی جبر لی انجام بدم و این یه تعریفی در واقع روی جبر لی یه عملی در واقع به این ترتیب میتونم تعریف کنم که این واقعا یه گروه به انگار در واقع یک در واقع متناظرش میکنه به گروه دیگه. یعنی من به جای اینکه مجموعه در واقع گروه هایزنبرگ باشه اینو به عنوان اون در واقع مجموعه میخوام اختیار بکنم که در واقع روش عمل تعریف شد. حالا اتفاق خیلی جالبی که اینجا میفته یعنی و در واقع از اینجا به بعد دیگه کارو در واقع راه میندازه اینه که وقتی که اینو به این شکل تعریف میکنین این عبارتی که شما میتونین به حسب این اعضای جبر لی و برکتاشون بنویسین. یعنی عمل گروه ترجمه میشه به یک عملی به یک عبارتی توی جبر لی که در واقع قابل بیان هست به صورت یک ترکیب خطی از خود اون اعضایی که در واقع دارین ترکیبشون میخواین بکنین، ضربشون میخواین بکنین و برکتاشون. درسته؟ این دقیقاً یعنی جبر لی با کمک این عمل اگه این عمل رو روش بذارین تبدیل میشه به گروه، همون گروه هایزنبرگتونه. من توی مختصات جبر لی انگار نوشتم این گروه ها عملشه. حالا این خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که در واقع ببینید اینجا الان من دیگه میتونم تمام اون بحثایی که در مورد R و C و اینا داشتم که اینا مثلا انگار این گروه در واقع از یه مثلا موجود گروه لی اومده میتونم فراموش بکنم. این الان یه تعریفی که روی هر حلقه‌ای که توش یک در واقع 2 بارم پذیر باشه مجازه. این عبارتیه که در واقع میتونین استفاده بکنین ازش روی هر حلقه‌ای که در واقع 1/2 توش وجود داره. حالا اینو یک چیز خیلی کلی تری وجود داره که بهش میگن لازارد کارسپاندنس. یه مشاهده در واقع بیشتر از مشاهده یه کاری بود که در واقع لازار انجام میده توی حدود دهه 50. در واقع بررسی این گروه‌های پوچ دوان و موجود شبیه این توی دهه 50 40-50 خیلی متداول بوده که آدمای زیادی بودن که چیزای شبیه این کار کردن. یه ریاضیدان دیگه که ازش میگم اسپاتبول مؤسفه که اونم یه کاری شبیه این انجام میده توی یه کانتکست دیگری. حالا من اینجا یه فرمولی میخوام بهتون نشون بدم که نذارین که این فرمول در واقع شما رو بترسونه. یه چیز خیلی ظاهر پیچیده‌ای داره ولی
در واقع اگه بدونی که از کجا میادش خیلی چیز ساده ایه. ببینید فرض کنید که جی یه جبر لی متناهی باشه که تعداد اعضاش توانی از عدد اول پیه. جی فرض میکنه من پوچ دوان از رده سیه. این تعریف پوچ دوان اگر نمیدونین در واقع معنیش اینه که در واقع شبیه هایزنبرگ، اگه یادتون باشه اتفاقی که تو گروه هایزنبرگ گفته دیدیم که وقتی که شما دو تا جابجاگر عضو جبر لی رو نگاه میکنین یه چیزی به دست اون دو تا عضو بالای x و y شون صفر میشن، فقط z میمونه. بعد اگه اونو جابجاگرش رو با یه عضو دیگه سوم جی نگاه بکنین دیگه صفر میشه کلا. درسته؟ یعنی این جابجاگرا رو چند بار انجام بدین دیگه صفر میشه. حالا تعریف پوچ دوان یه چیز شبیه همینه، منتها اینجا فرض اینه که به جای اینکه دو بار این اتفاق در واقع بعد از دو بار جابجا گرفتن این اتفاق بیفته، بعد از 30 بار این اتفاق بیفته. یعنی اگه شما 30 بار با جابجاگر تو در تو بگیرین، این باید تنها چیزی که آخرش حساب میشه صفر باید باشه. درسته؟ به چنین چیزی میگن یه جبر پوچ دوان. حالا چیزی که لازار متوجه شد این بود که شما یه کاری شبیه همین رو میتونین انجام بدین، همین کاری که ما با در واقع گروه و جبر هایزنبرگ انجام دادیم. شما میتونید توی در واقع یک جبر لی متناهی پوچ دوان هم عین همین کار رو انجام بدین و فرمولی که اینجا به دست میادش در واقع فرمول یکم پیچیده‌تریه و حالا خیلی مهم نیست، من نمیخوام توضیح بدم که این چیه، ولی حالتهای خاص این فرمول دو تا حالت خاص داره که دو تا حالت خاص رو می‌نویسم اینجا. ببینید برای حالتی شبیه گروه شبیه هایزنبرگ که در واقع توش اون به اصطلاح رده پوچ دوانی 2 باشه، این فرمولی که به دست میاد چنین چیزیه که خیلی فرمول ساده ایه. در حالتی که رده پوچ دوانی 3 باشه خب یه ذره پیچیده‌تر. این فرمولات چیزی نیست برای کسایی که با گروه لی آشنا هستن، این فرمولات کاملا آشناست. اینا در واقع شروع یه فرمولی هست به اسم کمپل بیکر هالزدورف فرمولا و کاری که میکنه در واقع عین همین کاره منتها توی گروه لی. یعنی که شما یه دو تا عضو جبر لی رو نگاه میکنین x و y و بعد میایین اکسپوننشیال اینا رو نگاه میکنین میره تو گروه لی، اونجا تو هم دیگه ضربشون میکنین. حالا اگه شما x و y تون نزدیک همانی باشن، تضمین وجود داره که این عضو خودش به طور یکتا در واقع تو ایمیج اکسپوننشیال هست و میتونین در واقع یه نقطه‌ای دوباره نزدیک همانی هست که مپ میشه به این. و حالا اگه برش گردونین این دوباره یه عضو تو جبر لیه دیگه. درسته؟ یعنی کاری که من کردم این بوده که اینجا در واقع جبر لی این بوده، دو تا بردار گرفتم، اینا رو با نگاشت نمایی فرستادمش اونجا، اینجا در واقع دو تا نقطه گرفتم نزدیک همانی، حالا اینجا ضربشون کردم، بعد نقطه‌ای که حاصل ضربشون اینجا برگردوندم اینجا دوباره یه بردار شده. درسته؟ یعنی من ترجیحم این بوده که می‌خواستم اینجا تو این فضای خطی کار بکنم به جای اینکه تو این موجود مثلا پیچیده خمینه‌ای که گروه لی هست کار بکنم. و این اگه این عضو در واقع وارون رو بنویسین توی مختصات جبر لی دقیقاً همین فرمول به دست بیاد، منتها دیگه تموم نمیشه. درسته؟ اینجا ببینید اینجا جمعی که من دارم در واقع اگه شما نگاه بکنین، حالا من فکر کنم شاید یه چیزی ننوشته باشم، این جمع متناهی هستش و دلیلش هم اینه که شما این اد x من تعریفش رو نگفتم که چیه، ولی اینا یه جور کامیتیتور گرفتن. اگه شما کامیتیتور زیاد بگیرین، یعنی که این a آیا و b آیا بزرگ باشن، دیگه اینا صفر میشن همشون، به خاطر اینکه اون جبرتون جبر پیش دوانه. بنابراین این عبارت متناهیه در این ستینگ ما. ولی در حالت کلی وقتی شما مثلا یه گروه لی دلخواه داشته باشین، این یه چیز نامتناهیه. و حالا باز دوباره نکته خیلی جالب اینه که یعنی واقعا یه کاریه که به نظر من یکی از در واقع همین اینو جذابیت‌های در واقع نگرش جبری رو نشون میده به این موضوع، اینه که شما میتونید اون فرمول در واقع از وارد بکنین در واقع از نظری گروه‌های لی به اینجا و بعد الان شما یه عملی دارین که دیگه این عمل همه جا تعریف شده، شما میتونید یه حلقه جایگزین بکنین یعنی میتونید به یه جبر لی دلخواه متناهی نگاه بکنید که تو ازش یه توانی از پی و دیگه این هیچ ربطی اصلا به هیچ گروه لی نداره و کماکان شما یه ساختار یه گروه بهت میگید. حالا نکته خیلی جالب اینه که گروه‌هایی که به این ترتیب حاصل میشن، یعنی اگه جبر لی متناهی، اینجا قضیه لازار هم من بگم اینجا فقط یه بار دقیق‌تر که این همون قضیه تناظر لازار هست که در واقع این گروهی که به این ترتیب حاصل میشه به طور اتوماتیک یه پی گروه از همون رده سیه. یعنی اگه شما یه جبر لی متناهی که تعداد اعضایش توانی از پی باشه شروع بکنین،
و این گروه به این شکل تعریف بکنین یه پی گروه حاصل میشه و هر گروهی هم به یه در واقع هر پی گروهی از رده سی بگیرین یه جبر لی داره که از اون جبر لی به دست میاد، یعنی یه تناظر 1 به 1 به دست میاد بین پی گروه ها و در واقع جبرهای لی که تعداد ازشون توانی از پی هست. حالا اون سوالی که من به طور خیلی غیر دقیق مطرح کرده بودم چند دقیقه پیش، الان میتونم یکم دقیق‌تر مطرحش بکنم و صورت دقیق مسئله اینه که شما یه جبر لی شروع می‌کنید، مثلا جبر هایزنبرگ رو نگاه می‌کنین، ببخشید این جبر لی متناظر هایزنبرگ روی Z، درست؟ یعنی مثلا ماتریس‌های 1 1 1 x y z 0 0 0 x y z که x و y z در واقع عددهای صحیح هستن. این جبر لیه که روی Z تعریف شده، یعنی اعضای عددهای صحیح. حالا شما میتونید در واقع با تغییر اسکالرها، یعنی که شما میتونید اینو با تنسور گرفتن با مثلا یه میدان متناهی ازش یه جبر لی بسازین که الان دیگه روی FP تعریف شده، روی میدان متناهی تعریف شده و تعداد اعضاش هم حالا اینجا پی به یه توانی هستش چون یه فضای برداری با روی FPه و حالا این جبر لی رو شما میتونید گروه متناظرش توی تناظر لازار رو در نظر بگیرین و این یه گروهی میشه که یه پی گروهه و میشه در واقع قابل تصور، حالا خیلی عجیب نیست اگه بگیم که ساختار این گروه نسبت به بستگی این گروه به عدد اول پی یه نوع بستگی طبیعیه. یعنی کاری که من کردم این بود که همه این جبرهای لی رو به این ترتیب ساختم که یه جبر لی مادری که روی Z تعریف شده شروع کردم، اسکالرها رو از Z تغییر دادم به FP، یه جبر لی روی FP به دست آوردم و بعد حالا گروه متناظر اینو گرفتم. حالا من یکم توی این چند دقیقه که باقی مونده میخوام یه مثالایی بزنم از اتفاقایی که میفته برای جبرای گروهایی که به این ترتیب به دست میان. خیلی هم نمیخوام زیاد اصرار بکنم که این مثالا از کجا اومدن، هر کدوم یه تاریخچه‌ای دارن، ولی مثلا اولین مثال شما یه جبر لی به دست میارین که اینا روابط جابجاگراشه، یعنی که شما مثلا به پایتون هست V1 تا V9 و اینا مثلا هر کدوم این که جابجاگرا چی میشن و اینجا من گفتم جابجایی که ازشون حرفی زده نشده اونا همه صفرن، مثلا V1 و V6 مثلا V1 و مثلا V7 صفره، حتما V7 در واقع تو مرکز، V8 تو مرکز و الی آخر. توی مثال اگه شما حساب بکنین بود فیتفولو در واقع چند جمله میشه. اون حرفی که من زدم اول درست بود ولی اینجا دلیل پیچیده‌ای داره و دلیلش حالا شاید یکم جلوتر بریم روشن بشه. دلیل این در واقع اگه تو کنه وارد بشین، چیزی که باعث میشه که این حقیقت برقرار باشه که در واقع بود فیتفول این در واقع یه چند جمله سپیدو باشه اینه که در واقع این خم بیضوی رو نگاه بکنید. این خم بیضوی روی FP همیشه یه نقطه نابدیهی داره. حالا من به این برمیگردم جلوتر که بریم. مثال دوم دوباره اینجا یه جبر لی دیگه‌ایه که متناظر با یه سری در واقع با یه پایه V1 تا V6 تولید شده و روابط جابجاگریش هم همینا هستن. اینجا اتفاقی که میفته حتی ما رو در واقع نقض میکنه. در واقع اینجا اگه بعد وفادار این گروه متناظر رو نگاه بکنی بستگی به این داره که پیتون به هنگ 4 1 باشه یا 3 باشه و تو این دو حالت مختلف دو تا چند جمله مختلف به دست میارین. و حالت مثال سومی که میخوام بزنم، این مثال دیگه یه کمی شاید اکستریم تر هم باشه از مثالای قبلی. اینجا دوباره 3 تا چند جمله‌ای هستن که در واقع هر کدوم مقدار بعد وفادار گروه رو حساب میکنن توی عدد اول، منتها این که کدوم این چند جمله‌ای رو بعد ازش استفاده کرد بستگی خیلی جدی داره به این عدد اول پی. ببینید اگر عدد اول پی این نماد، یعنی که پی در واقع به هنگ 23 یه نامانده مربعی باشه، خیلی مهم نیست، یه خاصیت نظری اعدادیه. اگه این برقرار باشه شما باید از این چند جمله پی رو بذارین تو این چند جمله حساب بکنین. اگه پی به هنگ 23 مانده مربعی باشه یه قضیه‌ای وجود داره که نشون میده پی رو همیشه میشه با یکی از این دو تا فرم مربعی نشون داد و فقط هم با یکیشون. یه جورایی شبیه همین مثلا قضیه است که پی به هنگ 4 1 باشه میشه جمع دو تا مربع کامل نمیشه. مثلا خیلی قضیه پیچیده‌تریه و تو این دو حالت مختلف دو تا چند جمله مختلف هستن که در واقع به شما بعد وفادار گروه رو میدن. حالا پس واقعیت این در واقع ما در واقع شروع کرده بودیم مسئله روش فکر کردن. ما هدفمون در واقع همین بود که اینو ثابت بکنیم که این بعد وفادار همیشه یه تابع چند جمله‌ای هست و اصلا انتظار نداشتیم که چنین اتفاقای شبیه این بیفته، ولی
واقعا برام خیلی جالب بود که به نوعی نظریه اعداد به طور خیلی جدی وارد این بحث میشه. یعنی صرفا خب عدد اول واضحه که تو بحث بودن از همون اول، ولی انتظار ما بود که در واقع نقش عدد اول تو این بحث یه نقش خیلی در واقع سطحی باشه. یعنی شما همون حرفی از اول زدم، یعنی که شما اون در واقع نمایش وفاداری که می‌خوایم بسازین و یه جورایی بسازین با همون به اصطلاح عوامل تحویل ناپذیر که بشه به یه شکل یک نواختی از روی عدد اول ساخته شه. ولی اتفاقی که افتاد و در واقع شرحش رو اینجا من به طور مختصر میگم اینه که در واقع اتفاقی که واقعا در عمل میفته کمی پیچیده تره و برای بیانش مفهوم مجموعه فروبینیوس رو فکر کنم اینجا میتونم سریع تعریف بکنم. ببینید مجموعه فروبینیوس به این شکل تعریف میشه که مجموعه از عددهای اوله که به این شکل تعریف میشه که شما یه چند جمله‌ای در نظر بگیرین با ضربه صحیح و بعد همه عددهای اولی رو نگاه بکنین که این چند جمله‌ای به پیمانه اون عدد اول صفر داره، یعنی g(x) مساوی صفر تو fp ریشه داره. یه زیر مجموعه از عددهای اول تعریف میشه به این ترتیب که اینو بهش میگن یه مجموعه فروبینیوس مقدماتی. حالا فرض کنید که شما یه مجموعه بگیرین که یه جور ترکیب بولی از این مجموعه فروبینیوس مقدماتی باشه، یعنی شما این بار دنبال عددهای اولی هستین که مثلا واسه یه سری چند جمله ریشه، یه سری چند جمله به پیمانه اون عدد اول ریشه دارن، یه سری چند جمله ریشه ندارن، در واقع همچین اشتراکی دارین نگاه میکنین، به همچین چیزی میگن یه مجموعه فروبینیوس. و قضیه که ما ثابت کردیم اینه که شما اگر جبر لی روی z شروع بکنی عدد پوش توانی c، وقت مجموعه عددهای اول بزرگتر از c رو، یعنی اینا همون عددهایی هستن که در واقع میتونین باهاشون فرآیند اون تناظر لازار رو میشه در واقع به کار برد براشون، میتونین تجزیهشون بکنین، افرازشون میتونین بکنین مجموعه عددهای اول رو به متناهی تا مجموعه فروبینیوس و یه تعداد متناهی هم چند جمله‌ای وجود دارن، به طوری که برای هر عدد اولی اگه بخواید بعد وفادار گروه جی پی رو حساب بکنین، باید اول نگاه بکنین ببینین که این پی تو کدوم مجموعه فروبینیوس اومده و بعد اون چند جمله متناظر رو حساب بکنین توی نقطه پی. یعنی در واقع واقعیت از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم پیچیده‌تره، یه چند جمله‌ای نیست که شما بعد وفادار رو میده، تعداد متناهی تا چند جمله‌ای و دامنه هر کدوم این چند جمله‌ای هم یه مجموعه فروبینیوس هست توی مجموعه عدد. حالا اینکه این از کجا میاد دیگه وقت زیاد نمونده، ولی من به طور مختصر در واقع بگم که در واقع ربطش به این روش مدارای کریلوف چی هستش. ببینید در واقع کاری که کریلوف انجام داده و بعد این کار در واقع به شکل‌های مختلفی گسترش دادنش به ستینگ‌های مختلف این بوده که کریلوف در واقع میاد، این من دارم در واقع اون کاربردش روی در واقع گروه‌های متناهی صحبت می‌کنم. کریلوف در واقع خودش در واقع این روش مدارها رو توی یه ستینگ گروه‌های لی انجام داده، یعنی هدفش این بوده که بیاد یه جورای نمایش‌های یکانی گروه‌های لی پوچ‌دوان رو بررسی بکنه و چیزی که متوجه شده اینه که نمایش یکانی رو میشه یه جورایی پارامترایزشون کرد با یه چیزایی که بهشون میگن کوادجوینت اوربیت. مفهوم کوادجوینت اوربیت در واقع دوباره از خود نظریه گروه‌های لی میاد که شما اگه جی گروه لی باشه، این دوباره یه جبر لی داره و یه عملی داره روی این جبر لی بهش که میگن ادجوینت اکشن. این در واقع شما هر گروه لی که شما در نظر بگیرین، دوباره صرفاً به خاطر اینکه گروه لیه در واقع میتونین در واقع وقتی که عملش با کانجوگیشن با تزویج رو نگاه بکنین، این عضو همانی رو ثابت نگه میداره و میتونید دوباره حالا نگاه بکنید ببینید که اینفینیتزیمالی چی کار میکنه، یعنی که شما یه بردار x نگاه بکنین و بعد بیاین عمل g در واقع x میره به g x g اینورس رو نگاه بکنین، خب این عضو که ثابت شده ولی این بردار ممکنه بچرخه بره یه جا دیگه. این در واقع این عمل روی در واقع فضای موماس تو نقطه همانی روی جبر لی رو در واقعش میگن عمل ادجوینت و یه عملی وجود داره که متناظر اینه بهش میگن کوادجوینت که در واقع روی دوگان این فضای موماس تعریف میشه و چیزی که کریلوف متوجه شده الان بهش میگن کریلوف اوربیت متد در واقع اینه که شما با هر کدوم مدارهای این عمل که نگاه بکنین یه روشی وجود داره که اگه مدار شروع بکنه یک نمایشی از گروه رو باهاش بسازید. حالا اتفاقی که میفته اینه که همین کار رو میشه در واقع توی ستینگ گروه‌های متناهی هم انجام داد، یعنی در واقع شما میتونین
این عمل رو به صورت یه چند جمله‌ای بنویسین و وقتی که شما به صورت یه چند جمله‌ای بنویسین دیگه این روی در واقع همه جاهایی که دیگه مسئله کانورجنس و همگرایی اینا وجود نداره و اینو شما میتونین در واقع به کار ببرید در مورد هر گروه متناهی، هر پی گروه متناهی. و اینجا یه تناظری، اون ورژنی از این قضیه که ما استفاده میکنیم ازش در واقع توسط این دو تا ریاضیدان بارچنکو و سابیتووا ثابت شده که اینا یه تناظری پیدا، در واقع این روش کریلوف رو استفاده میکنن و یه تناظری پیدا میکنن بین مدارای عمل کوادجوینت پی گروه و یه سری نمایش‌های تحویل ناپذیر. و اینو دیگه حالا من رد میشم. این یه خورده تاریخچه روش مدارای کریلوفه که آدمای مختلفی روش کار کردن بعد از کریلوف. راجر هاو یکی از کسایی کار دیوید کارشتان در واقع یه ورژنی ازش داره و یه سری کاربردهایی که بعداً انجام دادن. و کاری که در واقع ما میکنیم اینه که به نوعی سعی میکنیم این رو یه کمی دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم، ببینیم که این تناظر به چه شکلی به چه شکلیه. و اتفاقی که جالبی که میفته اینه که در واقع شما میتونید یه تناظری بین نمایش‌های تحویل ناپذیر پیدا بکنین و یک زیرفضایی از ماتریسا، و این زیرفضا در واقع مثلا من یه مثالی بنویسم اینجا، مثلا ممکنه زیرفضایی که به دست بیاریم مثلا ماتریسای به این شکل باشه. در واقع یه زیرفضایی از ماتریسای دی ضرب در دی، این دی رو میتونه به حسب جبر دی که باهاش شروع کردیم میشه مشخصش کرد. و در ازای هر ماتریس به این شکل شما یه نمایش تحویل ناپذیر دارین و در ازای هر نمایش تحویل ناپذیر دقیقاً یه همچین ماتریسی دارین. دقیقاً یه تناظر 1:1 وجود داره و این تناظر خوبیش اینه که شما میتونید در واقع درجه این نمایش رو ربطش بدین به رتبه این ماتریس. یعنی اینکه شما اینجا مثلا این ماتریس اگه رنگش رتبهش مثلا 1 باشه، حالا اینجا حتی مثلا این ماتریس اگه شما فرض کنید T1 و T2 هر دو تا 0 باشن، خب این 0ه، این در واقع متناظر میشه با نمایش بدیهی. اگه این ماتریس رتبهش رو بتونین مثلا دترمینان این ماتریس اگه ناصفر باشه، این ماتریس رتبهش 1 میشه و اگه رتبهش 2 میشه و اگه 0 باشه، یعنی T1 2 برای T2 2 0 باشه، اون وقت رتبهش میشه دقیقاً 1 دیگه، اگه T1 و T2 هر دو ناصفر باشه. و در نتیجه شما این در واقع ارتباطی که وجود داره بین رتبه این ماتریس و نمایش‌های تحویل ناپذیر به شما کمک میکنه که بتونین در واقع به جای اینکه دنبال نمایش‌های تحویل ناپذیر باشین که جمعشون در واقع فیتفول بمونه، بیاین در واقع مسئله به این منجر میشه که یه تعداد زیادی از ماتریس‌های این شکلی پیدا بکنین که در واقع فضای همه ماتریس‌ها رو افراز بکنن. یعنی شما فضای همه ماتریس‌ها رو اسپند بکنن، یعنی که در واقع شما می‌خواید یه پایه واسه چنین فضاهایی پیدا بکنین و مسئله در واقع کمینه کردن اون بعد اون نمایشی که در نهایت می‌خوایم به دست بیاریم منجر میشه، در واقع ترجمه میشه به اینجا به پیدا کردن ماتریس‌های با رتبه پایین، با رنک پایین. و حالا اینجا در واقع یه جورایی شما می‌بینید که چطور رد پای در واقع اون نظریه اعداد میتونه ظاهر بشه. ببینید شما اگه مثلا بخواید تو این فضا یه ماتریسی پیدا بکنید که رتبهش 1 باشه، کاری که باید بکنید اینه که خب یه T1 و T2 رو یه جوری انتخاب بکنید که T1 2 به علاوه T2 2 0 باشه، دترمینان باشه، T1 و T2 هر دو تا ناصفر باشن. خب این کار رو اگه بخواید روی میدان متناهی انجام بدین، جوابش مشخصه که چه موقع میتونید انجام بدین و چه موقع نمیتونید انجام بدین. اگه پی به هنگ 4 1 باشه، این در واقع معادله که -1 تو میدانتون مربع کامل باشه یا نباشه و بسته به این دو حالت در واقع یا میشه این کارو کرد یا نمیشه انجام داد. و در حالت کلی خب مسئله یکم پیچیده‌تر از اینه، ولی در نهایت اون چیزی که تهش رو اگه برین بخواید مسئله رو ببینید که به چی منجر میشه، چنین مسئله‌ای رو باید حل بکنید در نهایت. یعنی یه فضای از ماتریسا دارین و کاری که باید انجام بدید که یه پایه اپتیمال در واقع واسه این فضای ماتریسا پیدا کنید و اپتیمال بودن به این معنی که شما می‌خواید رتبه ها رو تا جایی که ممکنه پایین برید. حالا دیگه اینجا من فکر کنم آخرشو دیگه نگم. در واقع یه خانواده از گروه هستن که در واقع متناظر هستن با روابط ترتیب، که این خانواده از گروه خوبیش اینه که در واقع روش میتونید یه چند جمله بیشتر نیستش که در واقع میتونین استفاده بکنید. یعنی در حالت کلی همون مثالای نسبتا پیچیده‌ای که نشون دادم اول، اون حالتهای اکستریم رو نشون میدن، یعنی حالتهای نشون میدن که شما مثلا مجموعه فروبینیوس زیادی تو کار میان، ولی یه خانواده خوبی از مثلا جبرائیلی هم هستن که اگه با اونا شروع بکنین
در واقع شبیه هایزنبرگ هستن، یکم تعمیم هایزنبرگ، یعنی اونجا در واقع یه چند جمله بیشتر نیستش که شما احتیاج دارین واسه یعنی دیگه افرازی از عدد اول ندارین که توش لازم باشه. بسیار خب دیگه من فکر کنم همینجا بحث رو تمام بکنم. ببخشید که کمی از وقت جلوتر رفت و خیلی متشکرم از توجهتون. خیلی ممنونم. اگر که سوالی خیلی متشکرم از شما. حالا سوالا رو ما هم میتونیم به صورت به اصطلاح صوتی و شفاهی داشته باشیم که اگه دوستان دستشون رو بالا بکنن من میتونم دسترسی میکروفون بهشون بدم و بپرسن، هم از طریق چت که فکر میکنم خود شما هم میتونید ببینید. تو چت که فعلا که اینجا یه چیزی اومده. آره هر گروه آبلی متناهی، سوالی که علیرضا پرسید که هر گروه آبلی متناهی نمایش تحویل ناپذیر. بله در مورد گروه آبلی ببینید شما واسه گروهای دوری اگه نگاه، هر گروه آبلی در واقع هست ضرب یه سری گروهای به این شکل، و اگه یه گروه دوری داشته باشین خیلی راحت میتونید ببینید که نمایش‌های تحویل ناپذیرش چیان، چون شما یه در واقع مثلا به جبر خطی منجر میشه. شما تنها نمایش‌های تحویل ناپذیرش یه بعدی ان. در واقع شما اگه هر تبدیل یه چیز دو بعدی بگیرین یا بعد بزرگتر از یک، اینجا مولد این عضو این ایکس رو نگاه بکنید، مولد این گروه دوری، این یه آیگنس یه بردار ویژه داره دیگه، یه زیر فضای یه بعدی داره که تحت عمل ایکس ناورداست، و حالا چون هر دو تا عضو هم جابجا میشن خیلی راحت میتونید ببینید که تحت همه اعضای دیگه هم این اتوماتیک ناوردا میشه. یعنی شما یک آیگن وکتور کافی نیست، ولی کل آیگن اسپیس در واقع اون فضای ویژه متناظر با یه مقدار ویژه نگاه بکنین برای جنریتورتون، این واسه کل اعضای گروه ناوردا میشه و درنش باید یه بعدی باشه. واسه یه بعدی هم خیلی راحته دیگه، یعنی مشخصه که بخواید شما هومورفیزم بسازین از ZN به توی گروه در واقع عدد مختلف ناصف، باید مولد رو بفرستیم به یه ریشه انوم واحد و تکلیف بقیه هم مشخص میشه دیگه. اینو فکر کنم سوال قبلا پرسیده بودن، حالا من الان دیدم متاسفم. سوالی داشتم اگه امکانش هست بپرسم. جعفری هست. بفرمایید. ببینید شما این درجه وفاداری رو برای نشوندن داخل GLN در نظر گرفتید، درسته؟ و خب میشه میدانهای دیگه یا حتی حلقه های دیگر هم جایگزین کرد با سی. سوالم اینه که اولا اگه کرکتریستیک صفر باشه تفاوتی میکنه سی با یه میدان دیگه، مثلا به جاش من کی دارم، و اگه کرکتریستیک پی باشه چی؟ آیا خب به حال برای پی گروه ها احتمالاً کرکتریستیک پی یه حالت خاصه، ولی اگه پی نباشه شاید بازم فرقی نکنه، یعنی کرکتریستیک مخالف اون پی باشه که پی گروه باشه. می‌خواستم این بررسی شده یا حتی به میدان مثلا میتونید تو GLN فرضاً شما بخواید گروه رو آره قطع شدین آخرش. GLN Z هم آیا میشه در واقع صحبت کرد یا نه، و بعد من میکروفونمو قطع کردم. درسته. آره ببینید در واقع واسه یعنی چند نوع سوال مختلفه اینا. اگر که شما دنبال این باشین که این مسئله رو واسه میدانایی در نظر بگیرین که در واقع کرکتریستیکشون صفره، مثلا R و Q، ببینید در واقع یکم مشکلاتی که وجود داره اینه که فکر میکنم بشه مثلا در مورد R فکر میکنم علل اصول شدنی باشه، چون به نوعی مسئله نمایش گروه های در واقع ببینید یه مشکلی که ظاهر میشه بلافاصله اینه که نمایش های تحویل ناپذیر یکم پیچیده تر میشه بررسیشون. یعنی اینکه مثلا واسه گروه های آبلی هم مثلا گروه های آبلی نمایش تحویل ناپذیر یه بعدی دارن و دو بعدی وقت، درسته؟ چون اگه رو R نگاه بکنین مثلا ZN باید با ماتریس های دوران رو بنویسین که ماتریس دوران 2 در 2 هستن دیگه. ولی
فکر میکنم که شدنی باشه. ما یه ذره فکر کردیم بهش ولی خیلی دیگه دنبالش نرفتیم که ببینیم در واقع اگه اون کریلوف اوربیت متد رو بخوایم اینجا در واقع استفاده بکنیم ازش چه شکلی میشه. در واقع دوباره دقیقاً ما در واقع کاری که کردیم اینه که از این در واقع روش مدار کریلوف به شکل بلک باکسی استفاده کردیم. یعنی دستیه مثل یه جعبه سیاهی که شما یه مداری میگیره و به شما یه در واقع نمایشی میده و چیزی هم که مهمه واسه ما اینه که بدونیم در واقع کرنل این نمایش چیه و بدونیم که بعد این نمایش چیه. این دوتا چیزیه که ما باید بتونیم بفهمیم از روی اوربیت و کار ما راه میفته. اگه بخوایم اینو واسه R یا حتی Q بررسی بکنیم، مسئله به این در واقع منجر میشه که در واقع این در واقع باید کاری که باید بکنین که این جعبه رو باز بکنین و ببینین که این فرایندی که در واقع از روی یه نمایش از روی یه مدار بهتون یه نمایش میده این دقیقاً چه جوریه و ربط در واقع اون نمایش به اون مدار چیه، که این کارو ما انجام ندادیمش. در مورد R فکر میکنم شدنی. در مورد Q فکر میکنم مثلا خیلی سخت‌تر بشه. یعنی فکر میکنم که در واقع مثلا یه جورایی در واقع میدونید مسئله عدم وجود ریشه های واحده یکی از مسائل جدی تو کیو، چون در واقع شما اگه یه رپرزنتیشنی بسازین در واقع چون همه عضوای گروهتون مرتبهشون متناهیه در واقع مقادیر ویژه حتما باید ریشه های واحد باشن و خب اگه میدانتون ریشه های واحد نداشته باشه، اگه ریشه های واحد داشته باشین سی رو احتیاج نداره. اینو میتونم بگم. یعنی مثلا اگه رو کیو بار می‌خواستین کار بکنین همه این چیزا انجام شدنی بودش چون واقعا فرقی نمی‌کرد. ولی اگه ریشه های واحد بهش دسترسی نداشته باشین مثلا خیلی پیچیده‌تر میشه و فکر می‌کنم که واقعا یعنی تنها کاری که میشه کرد اینه که رفت و اون فرایندی که در واقع توش ازش در واقع نمایش‌ها از روی مدار ساخته میشن و باید دقیق‌تر بررسی کرد و دید که حالا اگه بخواید اینو روی مثلا یه میدان کوچیک‌تری انجام بدین وقت چجوری میشه این کارو کرد. اینو ما یه ذره بهش فکر کردیم ولی واقعا خیلی نه. در مورد میدان‌های با مشخصه ناصف این موضوع اتفاقا موضوع مهمی هست. در واقع فکر کنم یه سری آدمایی که در واقع علاقه‌مند هستن به این مفهوم بعد وفادار در واقع علاقه‌مند هستن به در واقع بعد وفادار روی میدان‌های با مشخصه ناصف. در واقع بعد وفادار مربوط هست به یه مفهوم دیگه‌ای تو جبر که بهش میگن essential dimension که این دوباره یه چیزیه که یه مفهومی که شما میتونید واسه گروه‌ها تعریف بکنید. واسه خیلی موجودات جبری دیگه میشه تعریفش کرد و محاسبه این موضوع خیلی سخته. در مورد گروه‌های پی گروه‌ها این ثابت شده که در واقع essential dimension با بعد وفادار با faithful dimension یکی هستش روی C و اگر که فکر کنم ریشه‌های واحد داشته باشین روی هر میدانی، ولی محاسبه این essential dimension روی میدان‌های با مشخصه ناصف مسئله خیلی سختیه و آدمای زیادی هم مثلا روش کار کردن. مثلا فکر کنم یه پیپر در مورد گروه‌ها در واقع یه پیپری هست از رایکستاین و در واقع یه کوآترش که اسمش الان یادم نمیاد متاسفانه که اینا در واقع اینو بررسی کردن. این محاسبهش مثلا واسه گروهایی که پی گروه نباشن خیلی سخته. مثلا واسه اس ان ا واسه گروه‌های در واقع سیمتریک اینو مثلا تا S5 یا 6 فکر کنم حساب کردن ولی بعدش دیگه هنوز بازه. یه جوری مسئله منجر میشه به سری از این سوالایی که در واقع توی حل معادلات چند جمله‌ای در واقع بهش میرسیدن که شما مثلا یه معادله درجه 4 بخواید حل بکنین. میدونید همیشه این بحث هست که شما با یه تغییر متغیری همیشه میتونین اینو مثلا فرض کنین که مثلا ضریب x صفره. یعنی در واقع ریشه حل معادلات چند جمله‌ای در واقع اون تعداد پارامترهای واقعی که در واقع باید باش کار بکنین مثلا n تا نیست واسه معادله درجه n، مثلا n منهای یکیه چون میتونین مثلا همیشه ضریب مثلا x n منهای یک رو صفر کنین. ولی حتی بعضی وقتا تو موقع میتونین در واقع با تبدیلات پیچیده‌تری میشه در واقع مثلا ضریبای بیشتری رو صفر کرد و در مورد sn این مسئله محاسبه essential dimension یه جورایی ربط پیدا میکنه به این تیپ چیزا. ولی آره من یعنی چیز بیشتری نمیتونم بگم راجع به گروه‌های با مشخصه راجع به میدان‌های با مشخصه ناصف، ولی این تکنیک‌های ما هیچ کدوم جواب نمیده دیگه. فکر نمی‌کنم این تکنیک کریلوف هستن اونجا انجام شده باشه. بسیار خب، خیلی متشکر.
فکر میکنم دیگه سوالی نیست. اگر هست که میتونیم در حد 1-2 تا سوال دیگه داشته باشیم، اگر نه که سخنرانی رو تموم میکنیم. خیلی متشکرم. ممنون از شما، خیلی سپاسگزارم. همینطور از دکتر شهرشانی و دکتر جعفری هم مجددا تشکر میکنم. ادامه برنامه ساعت 2:30 خواهد بود. ارائه های دانشجویی هست که ما ساعت 2:30 تا ساعت 6 3 تا ارائه 1 ساعته داریم و البته بینش وقفه های 1 ربع هست و همین دیگه. باز از همگی متشکرم و تا ساعت 2:30 انشالله